دکترها دوره تخت جمع شدن. مردی روی تخت دراز کشیده. بدنش بی حرکت. مانیتور نشون میده هیچ ضربانی نیست. 14 دقیقه است که قلبش نمیتپه. اما ناگهان برای جشن گرفتن یه زندگی دوباره یه بلیت بخت آزمایی میخره. شماره‌های روی بلیت رو میخونه و نمیتونه باور کنه. باورم نمیشه. یه ماشین برنده شده. یه ماشین $30,000. چند روز بعد یه شبکه تلویزیونی ازش میخواد اون لحظه رو جلوی دوربین بازسازی کنه. بیل همونجا یه بلیت دیگه میخره. و وقتی شماره‌های روی کارت رو میبینه، صدای فریادش کل مغازه رو پر میکنه. من دوباره برنده شدم. این بار جکپات $250,000. این یه داستان واقعی بود از بیل مورگان استرالیایی که به خوششانس ترین مرد جهان معروفه.